کنم پسر بچه‌ای بود که روی زمین سرد افتاده بود. حالا دیگر او زنده نبود. فهمیدم که آن بچه پسر مغازه‌دار بود. روی نیمکت کلانتری نشسته بودم و پاهایم را در هوا تکان می‌دادم. رفت و برگشت پاهایم نسیم خنکی ایجاد می‌کرد. هوا دیگر تاریک شده بود و خوابم می‌آمد. داشت چرتم می‌گرفت که در کلانتری چرخید و باز شد و مامان را دیدم. وقتی من را دید زد زیر گریه و سرم را چنان تکان داد که نزدیک بود بشکند. هنوز نتوانسته بود از لحظه دیدار مجددمان لذت کامل را ببرد که در بزرگ دوباره در محور خود چرخید. این بار مغازه‌دار در آستانه در بود. پلیس او را نگه داشته بود. شیون و ناله می‌کرد و صورتش پر از اشک بود. حالت صورتش با زمانی که تلویزیون تماشا می‌کرد کاملا فرق می‌کرد. می‌لرزید، با زانو روی زمین افتاد و زمین را چنگ زد. یک دفعه روی پاهایش بلند شد و فریاد کشید. با انگشت به من اشاره می‌کرد. من دقیقاً نمی‌فهمیدم منظور او از این مسخره بازی‌ها چیست. اما چیزی که دستگیرم شد شبیه این بود. تو باید مثل آدم حرف می‌زدی. الان دیگه کار از کار گذشته و پسرم از دست رفته. پلیسی که کنار من ایستاده بود شانه‌ای بالا انداخت و گفت آخه یه بچه بیش‌دبستانی چی می‌فهمه؟ و توانست مغازه‌دار را کنترل کند تا زمین و زمان را برهم نزند. البته من با مغازه‌دار موافق نبودم. من در تمام آن مدت کاملا جدی بودم. نه لبخندی زده بودم و نه هیجانی داشتم. نمیفهمیدم چرا به من اخم میکرد. اما من 6 ساله واژگان لازم برای ساختن یک جمله کامل را بلد نبودم. برای همین ساکت ماندم. در عوض مامان صدایش را به خاطر من در گلو انداخت و با فریادهای پدری که فرزندش را از دست داده و مادری که بچه‌اش را پیدا کرده بود کلانتری تبدیل به دیوانه‌خانه شد. آن شب طبق معمول داشتم با خانه سازی هایم بازی می کردم. چیزی به شکل زرافه درست کرده بودم که اگر گردن درازش را می پیچاندم به فیل تبدیل می شد. احساس کردم مامان به من خیره شده و با نگاهش مشغول بررسی همه اجزای بدنم است. پرسید نترسیدی؟ گفتم نه. شایعات درباره آن حادثه مخصوصاً اینکه چطور وقتی یک نفر را جلوی چشمم به قصد کشت کتک زدن و من حتی پلکم نزدم خیلی سریع پخش شد. از آن به بعد بود که ترس‌های مامان یکی بعد از دیگری به واقعیت تبدیل شدند. وقتی به دبستان